ها؟ ها؟ با سلام خدمت همراهان عزیز، من مسعود قربان دخت هستم و اینجا هم مجموعه تعمیرات تلفن همراه گیلان فیکس هست. دستگاه سامسونگ با مدل A71 به دستمون رسیده. این دستگاه یه مشکل جالب داره، دستگاه بردش دست نخورده بوده، خودمون دستگاه رو باز کردیم. ببینید من دستگاه رو به شارژ وصل میکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. دستگاه علامت شارژ رو میاره و خود به خود دستگاه روشن میشه و بعد از اینکه لوگوی سامسونگ میاد یه چند ثانیه‌ای روی همین لوگو میمونه و دستگاه مجدد ریستارت میشه. همونطور که میبینید دستگاه الان به شارژ وصله و خود به خود ریستارت میشه. امروز توی این ویدیو قصد دارم نحوه برطرف کردن ایراد این دستگاه رو 0 تا 100 رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که ویدیو خوبی از آب در بیاد و با این ویدیو بتونم کمکی برای ارتقاء سطح تعمیراتتون بهتون کرده باشم و چنانچه از ویدیوهای ما خوشتون میاد سابسکرایب، لایک، کامنت فراموشتون نشه. دستگاه همونطور که بهتون گفتم برد کاملا دست نخورده است، نشون میدم بهتون و من میخوام اقدام کنم برای تعمیر این دستگاه.
سی پی یو دستگاه نصب شد. یه چند لحظه مکس میکنیم تا حرارت بردش مقدار پایین بیاد، تست بکنیم ببینیم چه نتیجه گرفتیم از کاری که انجام دادیم. خب گوشی به شارژر رو وصل میکنیم. خب دستگاه علامت شارژ رو آورد، ببینیم شارژ داره یا که نه. خب 92% شارژ داره. من دستگاه رو روشن کنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب حالا ایراد اولیه‌مون که دستگاه رو به شارژ وصل می‌کردیم و روشن می‌شد همینطور که مشخصه حل شده. حالا وای میسیم تا دستگاه بالا بیاد یه تست بکنیم ببینیم چطور اوضاعش. البته من نمیدونم دستگاه رمز داره یا نه، رو من در جریانش نیستم. دستگاه رو ارسال کردن به همین صورت بود، گفتم باید با مشتری تماس بگیریم و رمزش رو دریافت کنیم. حالا نمیدونم مثلا دستگاه رمز داره یا نه، در جریانش نیستم. تا این کار انجام بشه من اینو خدمت شما بگم. اون نکته‌ای که بهتون گفتم، ببینید شما موقعی که سرچ میکنید خب دستگاه مثل این که اصلا فلش هم شده، دستگاه فلش شده و قطعا هم جیمیل داره و این که من ببینم پشت دستگاه پشت دربش چیزی نوشته شده در این رابطه یا که خیر. دستگاه چون تا جایی که من حضور ذهن دارم چیزی ننوشته بودم پشتش، فقط فرستنده اسمش رو نوشته بود و متاسفانه دستگاه رمزش مشخص نیست که چیه و حالا من یک مقدار پیش میرم. نه دیگه این قطعا دستگاه جیمیل داره. و حالا جدا از اینا، حالا این دستگاه مشکلش حل شد. من اون نکته کلیدی و نکته اصلیه رو میخوام بهتون بگم. شما موقعی که تست میکنید این دستگاه رو میبینید یه همچین ایرادی داره، بعضی وقتا بعضی از همکارا هستن خب یه سرچی هم توی اینترنت انجام میدن. خب این شرایط انجام کار ما بود. یه سری از همکارا هستن که سرچ میکنن ایراداتو و اینکه یه مسئله ای داریم. چندین ویدیو توی یوتیوب هست که میگن آقا دستگاه که ری استارت میکنه، من دقیقا بهتون نشون میدم، دستگاه که ری استارت میکنه شما این قطعه رو جدا کنید. ببینید این قطعه رو میگن جدا کنید، مشکل ری استارتتون حل میشه. حالا ماجرا اینه که این قطعه موقعی که جدا میشه چه اتفاقی میفته؟ این قطعه جدا میشه، همکار قطعه رو میکنه و میندازه دور، حالا سر هر مسئله‌ای، چون معمولا این قطعاتی هستن که طرف با پنس یه دونه میزنه و خب قطعا قطعه آسیب میبینه. این قطعه که جدا بشه، ایرادی که ایجاد میشه اینه که دستگاه تو شارژ نمیکنه و من حالا نمیدونم دستگاه A71 که برای من اومده، من تا حالا برای من پیش نیومده که من این قطعه رو جدا کنم و مشکل دستگاه حل بشه. رو دستگاه سالمم تست گرفتم، حتی همین دستگاه هم که اومد اول همین حرکت رو زدم دیدم نه دستگاه همچنان ری استارت میکنه. فقط اینو میخوام بهتون بگم، این قطعه موقعی که جدا بشه دستگاه شارژ نمیکنه. اگر قطعه دیگری به جاش جا بخوره دستگاه، این نکته کلیدی است، دستگاه ارور دما میده. خب تا اینجای کار رو شما داشته باشید. میگم تا حالا چندین مورد برای من اومده، من هولوش 10-11 ماه پیش این ویدیو رو دیدم توی یوتیوب و تست کردم، جواب نداد. روی این هم برای اینکه مطمئن باشم تست کردم و متاسفانه جواب نداد و دستگاه با ریوال سی پی یو مشکلش
حل شد. ضمناً یه چیزی هم بهتون بگم، اون بنده خداهایی که اون ویدیو رو، اون تولید محتوا رو کردن و اون ویدیو رو لطف کردن بارگذاری کردن، حالا کسایی هستن از کشورهای دیگه، دستگاه‌های A71 که براشون میاد لوگوی اول رو رد میکنه، میاد رو لوگوی سامسونگ، لوگوی انتظار منو، اونجا دستگاه ری استارت میکنه. دستگاهی که تا حالا برای من اومده کلا در دم ری استارت کرده، یعنی اومده روی همون لوگوی ابتدایی و ری استارت شده به لوگوی سامسونگ کوچیک مرحله بعد که بعد از اون دسترسی به منو ایجاد میشه به اونجا نمیرسیده. به هر صورت این توضیحاتی بود که دوست داشتم بهتون بدم. یه سری از دوستان هم میگن، البته مدت زمان ویدیو داره زیاد میشه، من سعی میکنم یه سری از جاهای ویدیو رو دور تند بذارم که مدت زمانش حوصله ور نشه. فقط اینو در انتها بگم، یه سری از دوستان، حالا یه سری از همکارا، یه سری از مخاطبین ما میان میگن آقا شما چرا هر تولید محتوایی که میکنید در مورد سی پی یو هست؟ چرا هر دستگاهی براتون میاد مگه فقط تعمیرات سی پی یو؟ نه، تعمیرات سی پی یو فقط به سی پی یو ختم نمیشه. دلیل تولید محتوای ما در این رابطه اینه که اکثر تعمیرکارا، اکثر همکاران و دوستان ما روی این مبحث ضعف دارن و این مبحث آخرین مبحث تعمیرات تلفن همراه هست. یعنی تسلط روی کار روی سی پی یو ها میشه دیگه اون لول انتهایی تعمیرات موبایل. حالا نمیدونم چرا اون دوستان حالا این حرفو زدن، واقعا یه کوچولو اگه فکر میکردن یه همچین مسئله‌ای بود و خب ما سعی میکنیم از این به بعد به خواستشون احترام بذاریم، ویدیوهای شاخصتری تولید کنیم از انواع اقسام عیوب. فعلا قصد ما اینه که چنل حداقل از گوشی‌هایی که داخل کشور از گوشی‌های شیائومی یا سامسونگ حداقل یکی دونه نمونه کار برای آموزش، برای ارتقای شما و ارتقای خودمون در مورد ایرادات سی پی یو از مدل‌های برتر، از مدل‌هایی که پرفروش هستن، مدل‌هایی که تو بازار زیاد هستن بذاریم توی چنل. بعد از اون دیگه شروع کنیم یه سری ایرادات دیگه، یه سری عیب‌یابی‌های دیگه، یه سری توضیحات دیگر هم بارگذاری کنیم. پس اگه صبور باشید ویدیوهای ما رو دنبال کنید، هم دلگرمی میشه برای اینکه ما بتونیم با قدرت ادامه بدیم و هم این که قاعدتا ضرر نمی‌کنید تا جایی که علم من و دوستانم تو مجموعه گیلان فیکس یاری کنه، اون توان و نیروی و اون به قول معروف گفتنی دلگرمی وجود داشته باشه. سعی می‌کنیم هر روز به روز ویدیوهای بهتری براتون به نمایش بذاریم و بتونیم یه کمکی حداقل به دوستانی که میخوان به صورت خودآموز یا دوستانی که حالا یه تجربه قبلی داشتن میخوان خودشون رو مجدد به روزرسانی کنن یا تجدید خاطره کنن، یه سری از قلقا رو دوباره بیاد تو ذهنشون، آماده کنیم براتون بارگذاری کنیم. و خیلی پرحرفی کردم. طبق معمول و رسم همیشگیمون گیلان فیکس همیشه همراه شماست، شما هم همیشه همراه گیلان فیکس بمونید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.